سلام دوباره میکنم به دوستای عزیزمون توی لینکدین. ما با یک وقفه نسبتا طولانی بخش بعدی صحبتمون رو با دوستای عزیزی که مهاجرت‌های تحصیلی انجام دادن میخوایم ادامه بدیم. خب این مدت دلایل زیادی داشت که قسمت جدید رو نتونستیم پست کنیم، ولی خب خوشبختانه هم من یه ذره وقتم آزادتر شد و البته یکم مشکل صدا دارم که دلیلش سرماخوردگی طولانیم هست و نمیدونم چقدر باید صبر کنم که صدام خوب بشه. از طرف دیگه هم خب هم زمانبندی خودم، زمانبندی کاری و زندگیم، هم مهمونا باعث میشه که به هر حال ما یه روزی باید کار ضبط رو انجام بدیم. اینه که یک حالت مجبور بودیم هم این وسط وجود داره. من چون دیگه میدونم همتون آشنایی دارید که سبک کار چی هست توضیحی نمیدم، فقط این که مهمون عزیز امروزمون آقای جابر زاره هستن که از دوستای خیلی خوب لینکدین من بودن و من میخوام که خودشون رو معرفی بکنند، بک‌گراند خودشون رو براتون بگن، بعد ما دونه دونه اگر سوالی پیش بیاد ازشون میپرسیم و با هم جلو میریم. آقای زاره خیلی ممنونم که وقت دادید امروز به من. منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای کریمی عزیز و دوستانی که از لینکدین صدای ما رو میشنون. من خیلی خوشحالم که توی این گفتگو هستم و میتونم کمکی هرچند کوچک به دوستا و بچه‌های ایران بکنیم. من در خدمتتونم آقای کریمی، اگر سوالی هست بفرمایید. من کلی بخوام عرض کنم، من زاده و بزرگ شده شیراز هستم. توی ایران مهندس نفت بودم، سوپروایزر حفاری چاه نفت، تقریبا 12 سال سابقه کار داشتم. توی اون زمینه توی شرکت‌های بزرگ ایران کار کردم و به اون دوره کاری داخل ایرانم واقعا افتخار میکنم. خیلی دوره خوبی بودش و اینکه از یه برهه‌ای به بعد که تصمیم گرفتیم برای مهاجرت دیگه با شما آشنا شدیم و با شما در ارتباط بودم. اگر سوالی هست من در خدمت شما هستم. بله حتما. خب اول که طبق معمول باز یکی دیگه از دوستان واقعا ارزشمند، یعنی بچه‌هایی که از همه ارزشمند هستن، حالا تو زمینه تحصیلی بچه‌هایی که تحصیلات خوبی دارن و توی رشته‌های خوب حساس و ارزشمندی کار کردند، داریم باشون صحبت میکنیم. من میخوام اینو بیارم یه مقدار عقب. اصولا از همه میپرسم که اون جرقه ها کی زده میشه. ببینید من برای خودم یه توضیح بدم که دلیل این که من مهاجرت کردم بعضی وقتا برای بعضی از دوستانم توضیح دادم. دلیلی که من مهاجرت کردم این بود که یکی این که از وقتی به دنیا اومدم و دور و اطرافم رو نگاه میکردم میدیدم یکی داره میره و دلیل بعدیش هم این بود که من توی دوره بچگی و نوجوانی یه مقدار با بی‌نظمی یه مقدار مشکل داشتم و احساس میکردم که بی‌نظمی یه مقدار تو ایران زیاد. خب یعنی این و منو آزار میده همیشه بی‌نظمی، همین الانم همینطوره. پس انگیزه من این بوده که بتونم خودم به یه محیط منظم‌تر برسونم، قانونمندتر برسونم. این یه چیزی بوده که من دنبالش کردم و برام دلیل شده و هر چقدرم صبر کردم ای بزرگتر می شدم می دیدم که اون چیزی که میخوام اتفاق نمیفته. این جرقه های من بود. حالا میخوام بیام به عقب. یه وقت هست از دوره بچگی، یه وقت هست مدرسه، نمیدونم دانشگاه یا نه یهو اتفاق میفته که اصولا یهو اتفاق نمیفته، ولی دوست دارم که اون جرقه ها رو اول به اشتراک بگذاریم بعد بیایم جلو. حتما. همونجور که خودتونم فرمودین ما توی محیطی زندگی میکنیم و درس میخونیم، مخصوصا اگر دانشگاهی رنگ بالای ایران باشی. من خودم دانشگاه نفت
اهواز بودم دانشگاه روزانه و اواخر دوره لیسانسمون که بود دیگه اکثرا میدیدم که دوستانمون دارن تلاششون رو میکنن برای رفتن و از اونجا بود که اولین جرقات توی ذهن هر کسی میخوره که چی هست که همه میخوان برن و دوست دارن برن و چه اتفاقاتی افتاده که این دوستانی ما به این نتیجه رسیدن که مهاجرت کنن. از اونجا شروع میکنه آدم به تحقیق و به این که یه سری موارد ای براش بولد میشه و به این نتیجه میرسه بعد از یه مدت. حالا یکی از دوستی میبینین بعد از 1 سال به این نتیجه میرسه، یه نفر میبینین بعد از 10-12 سال، مثل خود من. شروع میکنیم به تحقیق کردن و همینجور که زندگی پروگرس میگیره و میره جلو، بیشتر اون مواردی که توی ذهنتون نقصان بوده یا کم بوده بولد میشه. من خودم از اینکه آینده اقتصادی روشنی نداشتم، به عنوان یه فردی که مجرد بودم و بعد ازدواج کردم و بعد بچه دار شدم، میبینم یه آینده اقتصادی روشنی ندارم برای آینده خودم. هر چقدر تلاش میکنیم که به جایی برسیم، با اینکه درآمدم خوب بود، با اینکه جزء کارمندای رده بالا میشه گفت لحاظ حقوقی بودیم، توی نفت کار میکردیم، ولی بازم نمیتونستم اون استیبیلیتی اقتصادی رو توی زندگی خودمون پیاده بکنم. نمیگم بد بودم، نه، ولی چیزی که آرزو و رویای هر کسی هست نمیتونستم بهش برسم. برای همین تحقیقات زیادی داشتم میکردم که چی کنیم که به این هدف برسیم و بازم میرسیدم به این که باید به یه اقتصاد آزاد بپیوندیم، نه اینکه داخل ایران اقتصاد بسته و اقتصادی که به دنیا در ارتباط نیست، فرصت‌های بیزینسی کم، فرصت‌های کلا اقتصادی بسیار پایین. و این برای من خیلی بولد شد. بعد از اون که بچم آروم آروم داشت بزرگ میشد، من دخترم 3 سالش داشت بزرگ میشد و میدیدم که شرایط فعلی جامعه که داشتم میدیدم و درصد قولی بحران که داشت هر روز بیشتر و بیشتر میشد، میدیدم که برای آینده این بچم من واقعا آینده روشنی متصور نبودم. هرچند واقعا امتیازهای علمی توی ایران از همه جای دنیا بالاتره، یعنی ما ببینیم که مدرسه‌های اینجا مثلا اون آموزشی که داخل ایران میدن واقعا بیشتر از اینجا هست، اینا خودتونم بهش بدون شک میدونید، ولی با اون سواد و علمی که دارن نمیتونن توی زندگی خودشون پیشرفت کنن، نمیتونن به اون هدفایی که دارن برسن و اون آزادیای فکری که دارن برسن. یعنی باید هر کسی که اونجا زندگی میکنه یا بشه دکتر یا بشه مهندس، یا الان مهندس هم دیگه نه الان، که بتونه به یه جایی برسه. ولی اینجا نه، اینجا هر کسی دنبال علاقه خودش میره، دنبال اون چیزی که واقعا باهاش رشد میکنه، حرکت میکنه. و این برای من خیلی خوب بود. گفتم که آینده بچه‌م حداقل تضمین بکنم. و از اون طرفم خودم هدفهای اقتصادی خودم رو بیام اینجا و مرور شروع کنیم و اون هدفهای اقتصادی خودمون رو برسیم. این 2 تا هدف بود که یکی آینده خودم و آینده بچه بود که من تصمیم گرفتم به مهاجرت. حالا درست بوده یا غلط بوده رو میتونم 10 سال دیگه به شما بگم، ولی حرکت کردن بهتر از اینه که حرکتی نکنی و بعد حسرت بخوری. من اینجوری برای خودم توجیه میکنم. امیدوارم تونسته باشم اون مطلب اولیه رو برسونم خدمت. آره حتما. یکی این که من این قسمت آخرش رو که حرکت کردن خیلی بهتر هست، خیلی باهاش همیشه موافقم و یکی از دلایل زندگی من بود، به اضافه اینکه یه بارم یه جمله از کتاب ماهی سیاه کوچولو، این از اون دوره بچگی گوشه ذهن من موند که همش که نمیشه ترسید، راه بیفتیم ترسمون میریزه و این راه بیفتیم ترسمون میریزه رو من به شخص زندگیش کردم. البته منظورم این نیست که من اتفاقی برام نیفتاده، هزینه ای ندادم، تاوانی ندادم. برعکس، حرکت خیلی هزینه داره و من همیشه فکر میکنم که راجع به خودم صحبت کنم.
من با یک آدمی که حرکت نکرده به لحاظ میزان آسیب هایی که بابت حرکتش دیده فرق میکنم نسبت به کسی که حرکت نکرده. شاید اون توی یک جایگاه همچنان ثابتی مونده، ولی خب برای من هزینه های روحی روانی سنگینی داشته. حالا اینکه درسته که اون مرحله رو عبور میکنی و تموم میشه، اما دیگه نمیتونی پاکش کنی. درست. میدونید یعنی یه پکیجی هست عین همه چیز، شامل همه خوبی ها و بدی ها. بله. اینکه آره اینطوریه. پس من اینکه بعد تصمیمی گرفت و یه کاری کرد رو خب کاملا طرفدار این جبهه حرکت ها هستم، چون اگه ریسکی نکنی نکنی آقای کریمی، تا شکست آدم تا حرکت نکنه ممکنه شکست بخوری، 10 بار شکست بخوری، ولی بالاخره به اون چیزی که هدفی که داری میرسی. ولی اگه حرکت نکنی، یه عمر یک بار هست که انسان زندگی میکنه و بعد از اینکه پیر شدی میگم چرا من نکردم. چراهایی که و کارهایی که نکردیم بیشتر از این که اشتباهاتی که کردی، بیشتر از شکستایی که تو زندگی خوردی اذیتت میکنه. میگی رفتم نشد، رفتم شکست خوردم، ولی شایدم بری بشه، نمیشه بگی. ولی این حرکت کردن خیلی خیلی مهمه و به نظر من مهمترین دلیل هر کسی برای یه کاری مثل مهاجرت همین حرکت رو جلو هست. ممکنه بیفتی داخل دره و ممکنه هم هست با یه آسانسور بری تا آسمون، یعنی هیچ گونه جلویی نداره که پیش بینی کنی. من هم شما تبریک میگم که علیرغم همه اتفاقاتی که افتاده، همه ضربه هایی که خوردین، ولی پای هدف خودتون وایسادین و تا جایی که من میدونم و بهش رسیدین. درست. مرسی. ببینید من خیلی برام خوبه که شما لطف کنید و این نکته رو که میگم رو هم برامون توضیح بدید، چون من با شما راجع به این یه بخشش صحبت نکردم تا حالا. این همه با هم ارتباط داشتیم. اونم اینه که دوستای بسیار زیادی که با شخص من در ارتباط بودن، خیلی میدونید من تعدادشون رو نمیتونم بگم چقدر بچه‌های ایرانی در ارتباط بودن. اطلاع دارم. من اگه بخوام راجع به بخش بزرگیشون یک مسئله مشترک رو بگم، ترس هایی هست که بسیار بالا پایینشون میکنه زمانی که اسم مهاجرت میاد. حالا ما زمانی که داریم راجع به مهاجرت تحصیلی صحبت میکنیم، اصل فرایند مهاجرته، چه شما تحصیلی حرکت کنید چه اقتصادی باشه. یعنی منظورم سرمایه‌تون رو جایی بذارید، نخبگی ببرنتون. مهم اینه که مهاجرت داره اتفاق میفته. میدونید مثل فضا رفتنه، یکی میره برای اینکه زیست شناس اونجا تحقیق خودش رو بکنه، یکی دیگه میره تحقیقات کیهانی بکنه، ولی همه دارن فضا میره. وقتی مهاجرت بحثش میاد وسط، مسائل ذهنی، درگیری های ذهنی، سرد و گرم شدن های ذهنی بزرگترین چیزی هست که من توی بچه ها میبینم و تقریبا بزرگترین مانعشون برای حرکت هست. درست. چون بهانه های مختلف میارن، ولی برای مثلا از نگاه منی که نمیدونم ان سال قبل کوله پشتیمو برداشتم، از ایران زدم بیرون. یعنی خیلی جرئت داشتم که با یه سن کم خیلی کوچیک با یه کوله پشتی از ایران بیرون زدم. میتونم بفهمم کی داره چه بهانه ای میاره. این مسائل روحی روانی، میخوام راجع به دوره‌ای که توی ایران بودید، تو پروسه فکر کردن بودید، تو پروسه های تصمیم گیری بودید و به احتمال خیلی زیاد مثل همه یه روز آدم پشیمونه، یه روز مصمم، تا اینکه بالاخره بیاد تکلیفش رو با خودش روشن کنه. میدونید دوست دارم به اشتراک بذارید، خواهش میکنم که چیا بهتون گذشت. ببینید کندن از خونه‌ای که همیشه توش زندگی میکنی، شهری که همیشه زندگی میکنی، اداره‌ای که همیشه کار میکنی، روابط اجتماعی و خانوادگی و تمام آیتم هایی که
اینجا میان و تک به تک خودشون رو یهو بهتون نشون میدن که تا اون لحظه شما فکر نمی‌کردید وجود دارن، ولی یه دفعه میبینید او ان تعداد آیتم هستن که شما وجودتون به همه اینا بسته است و حالا قراره همه رو از نوع یه جای دیگه بسازید. من این بحث روحی روانیش هست که من فکر میکنم اصلا قسمت اول صحبتمون رو امروز شاید بخش بزرگیش رو کاور کنه. بله حتما. من بخوام در مورد این موضوع صحبت کنم میتونم تقریبا اینو به قطع بگم که ایران و بچه‌های ایران توی خانواده‌های خیلی صمیمی با جو خیلی گرم بزرگ شدن و از کودکی توی ذهن ما این دلبستگی و به خانواده دلبسته بودن واقعا وجود داره. یعنی اول که میتونم بگم توی خانواده مثلا من 34 سال توی خانواده بودم ولی 12 سال توی محیط کار بودم، ولی 20 سال توی محیط درس بودم، ولی این مسائل یعنی بیشتر موقع توی محیط خانواده بود. از بزرگترین چیزی که اول میاد آدمو اذیت میکنه مخصوصا زمانی که دیگه بهش نزدیک میشی، یعنی شاید یه سال قبل از مهاجرت خیلی تو رو اذیت نمیکنه، ولی زمان 1 ماه قبل 2 ماه قبل که میبینی دیگه باید بری واقعا آزاردهنده است. یعنی سخته واقعا برای ما که بگم من دیگه مثلا شاید از اینجا برم نمیتونم دیگه خانواده‌مو ببینم، نمیتونم دیگه حالا دوستای قدیمیمو ببینم. خب بیشترین موردی که اذیت کننده هست این مورد هست. مورد بعدی هم دستاوردهایی که داشتیم اونجا داخل ایران، بالاخره ما یه عمر زندگی کردیم و به یه دستاوردهایی رسیدیم، حالا کم یا زیاد، ملک و املاکی که داری، کاری که داری، اون کامیونیتی که ساختیم، روابطی که ساخته شده توی این مدت، اینا همه اینا یه جورایی چنگ میندازن که تو رو نگه دارن. دوستات میگن هستیم دوره هم، کجا میخوای بری، کار بهت پیشنهادی بالاتر میدن. مثلا من مدیر من فهمیده بودن من دارم میرم، حتی سمت‌های مدیریتی هم به من پیشنهاد میکردن. من نمیدونم واقعا خاطر این بود که منو نگه دارن یا نه واقعا این پروسش هست. یعنی همینجور دستاوردات بعد از دلبستگی به خانواده تو رو نگه میدارن اونجا و یه جورایی حیف پیش خودت فکر میکنی، میگی کار درستیه دارم میرم یا نه کار غلطیه، من اینا رو میخوام ول کنم برم کل زندگیمو بکنم 4 تا چمدون بردارم برم اونجا دوباره از صفر شروع کنم به ساختن یه زندگی جدید. این خیلی آدمو اذیت میکنه. یعنی ولی اینم قابل مدیریته. یعنی من میگم که دلبستگی از خانواده رو که آدم بتونه باهاش کنار بیاد، مخصوصا امروز که دیگه تماسای تصویری، وقتی شما قانونی بیای اگر خیلی اذیت شدی یه سال بعد میری میبینی خانواده‌ت برمیگرده. یعنی چیز دیگه سختی نیست، مثل قبل نیست بخوای مثلا غیر قانونی بری نتونی 10 سال بیای فلان تماس نباشه فقط نامه و اینا باشه. الان نه، الان خیلی پیشرفت کرده، میتونی روزی 2 بار 3 بار 10 بار خانواده‌ت صحبت که بعد از یه مدت فکر میکنم که اینم کمتر بشه. خود به خود انسان موجودیه که عادت کنه، زود عادت میکنه. بعد از اون چیزای اقتصادی حتی تو ایران من خودم یه ساپورت ساختم که داره اینجا منو ساپورت میکنه. یعنی از مسائلی که داخل ایران دستاوردهای داخل ایران خودم میشه به عنوان یه کمک هم استفاده کرد، چیزی از دست نمیدادم، هستشون عنوان یه کمک، یه ساپورتر میتونه به تو کمک کنه حتی اینجا. یعنی حالا برای پلنی که من دارم، من برای 10 سال آیندهم تقریبا پلن دارم و برای تک تک این 10 ساله از قبل برنامه ریزی کردم و برای همه این چیزا رو میتونم تک به تک حالا اگر بخوام براتون باز کنم که چه کمک‌هایی میتونیم بگیریم از ما. پس اصلا من از الان که اینجا دارم، یعنی با اینا دیگه دست و پنجه‌مو نرم کردم، دیگه اذیتامو شدم، یعنی همه چی رو قبول کردم و الان اینجا. اینو میتونم بگم که تقریبا همش بهونه بوده. تقریبا همه این چیزایی که تو ذهن آدم میاد فقط یه سری مسائل ذهنی بوده که همش هم قابل کنترله
و چیزی نیست که بخواد واقعا 100% انسان از اون رشد و از اون حرکتی که میخواد بکنه باز بداره. من میگم به هیچ عنوان اینا نمیتونه جلوی آدمو بگیره. چیزی میتونه جلوی آدم بگیره که دیسابیلیتی باشه، چیزی که واقعا دیگه نتونی راه بری بتونه جلوتو بگیره، وگرنه این مسائل کاملا همشون قابل هضم و قابل استفاده و حتی روابط خانوادگی من میگم محکم‌تر هم میشه اینجا دیگه. یعنی چیزی از دست که نمیدی ارتباطات چندین برابر هم میشه. چیزی که من به ذهنم رسید اینا هستم. خب این خیلی خوبه من شنیدن این نکته که اون دردهای قبل از مهاجرت که هر چی به شب پرواز نزدیکتر میشید بیشتر میشه، یعنی دقیقا. و دیگه اون روز فرودگاه اوج میگیره. من همیشه به بچه ها میگم که اوج میگیره تا شما هواپیماتون تیک آف میکنه، چرخاش بسته میشه، یه خوردم دماغی، ولی بعدش دنیا عوض میشه، چون دیگه مجبور میشید به مقصد فکر کنید و به مقصد فکر کردنه درست موقعی که تو آسمون هستید این اون شکل اون فرودگاه رو عوض میکنه و مجبور بپذیرید، یعنی دیگه شما راه پس ندارید. بله. چون دارید میرید که برسید. خودتون رو سپردن به دست جریان زندگی یه بخشی از دردا رو همیشه حل میکنه با خودش و میبره. این همون ماجراست. و من فکر میکنم که آره دوستانی که به جریان زندگی اعتماد میکنند میدونید اصولا خب به مقصدشون میرسن، البته به شرطی که درست رفتار کنن، سنجیده و حساب شده قدم بردارن. پس پروسه درد و رنج قبلش برای همه یک شکل حتی وسوسه شاید بشید، توی یک لحظاتی وسوسه بشید که رها کنید بمونید، چون هیجان و احساسای آدمی اصولا یه فرمول یکسان دارن. ولی بعدش دوباره شما میشینید فکر میکنید میگید مدیریتش کنم. آره این مهمه. من فکر میکنم اینجا ما بحث این نیست که کسی ایران بمونه یا نمونه، خارج بیاد یا نیاد. اصلا ما تنها کاری که هیچ وقت نکردیم جنبه تبلیغ مهاجرته، چون به من نوعی یا به دوستای من اصلا ربطی نداره. ما همیشه از اونجایی با دوستا صحبت کردیم که دوستا تصمیمشون رو گرفته بودن، کاراشون رو کرده بودند، میدونید از اون استپای اولیه گذشته بودند، بعد حالا تماس گرفتن، پرسجو کردند، دیگه به یه جدیتی رسیده بودن. اینجا اصلا بحث اینو نداریم که نمونید بمونید، هر کس برای خودش میدونید اختیار زندگی خودش رو داره، برای خودش آینده تعیین میکنه. حالا من برای اونهایی میگم که تصمیم میگیرن که بیان اما اون موانع متوقفشون میکنه، چه بسا بمونن بهتر بشه براشون، هیچکی نمیدونه، اون رو هم هیچکی نمیدونه. شاید من اگه برگردم به یه سالی یه مسیر دیگه ای رو برم، میدونید این امکان تو زندگی وجود نداره. اگر میداشت شاید اگه یه مسیر دیگه ای رو میرفتم ممکن بود چقدر شگفت انگیز میشد، نمیدونم. شاید هم نمیشد. دقیقاً اینه. میدونید این یه نکاتی هستن که قشنگی زندگی اینه که بقیه اتفاقاتش که میتونست باشه به ما پوشیده است، وگرنه ما روانی میشدیم، سلامت عقلمون رو از دست میدادیم، چون احساس برد و باخت خیلی. جناب کریمی، حالا من توی این مورد من خودم هم یکی از آدمایی هستم که به ساین ها و به نشونه ها خیلی اعتقاد دارم. همیشه نشونه هایی که می اومده برای من، حالا از طرف الهام میشه دیگه به آدم، هر کسی اینو میگیره، ولی بعضیا اینو قبول میکنن که نشونه است، بعضیا نه. تو این پروسه مهاجرت به قدری آقای کریم من نشونه دیدم، برای خود شخص من، شاید برای یک کسی دیگه
نیاد و نخواد اتفاق بیفته. ولی من اینقدر نشونه‌های مثبت و خوب دیدم. حالا طریقی که با یه سری افراد تو مسیر ما قرار گرفتن، یه سری اتفاقاتی افتاد که اصلا اگر فقط اون لحظه من اونجا می بودم این اتفاق بیفتاد، اگر یه متر برتر بودم نمیشد. یعنی اینا نشونه‌های این شکلی، اینقدر اتفاقات این شکلی برای من افتاد که من به این نتیجه رسیدم اگر، نمیدونم آینده چی میشه، ولی اگر قرار بود که بد بشه، خداوند منو توی این مسیر قرار نمیداد که و این نشونه ها رو به من نشون نمیداد و این آدم ها رو توی مسیر من قرار نمیداد. اون واقعا یعنی باید آدم پیش بینی نمیتونه بکنه، ولی میتونه یه سری چیزایی بگیره، یه سری الهاما نشونات رو بگیره که بگه مسیر درسته که داریم میریم، مسیر که داریم میریم درسته، حتی اگر به چیز بد ختم بشه ولی درسته. یعنی اینجوری مقدر شده که یه اتفاق بیفته. من اینو میگم، یعنی باید هر کسی باید اول برای مهاجرت به اون مقولی دلیل و چرایی مهاجرت برسی، وگرنه خود پروسه مهاجرت پروسه سختی نیست اصلا. اون دلیل و چراییش هست که شما رو میتونه توی همه این مسائل ذهنی و عاطفی، مسائل مالی که فشارهایی که بهت میاد، میتونه تو رو نگه داره. اون دلیل و اون چرایی هست. مطمئن باشی به اون مسیر. اگر مطمئن باشی همه اینا دیگه خود به خود حل میشه داخل. دقیقاً همینه. دقیقاً همینه. در حقیقت هر چقدر دلیلتون محکمتر باشه، تاباوریتون بیشتر میشه. میدونید تاباوری برای تحمل سختی ها، و سختی ها ما هر وقت راجع به سختی صحبت میکنیم منظورمون گرسنگی کشیدن نیست، منظورمون سختی های دوری و سختی های ست کردن همه چیز توی یک کشور جدید برای یک تازه وارد هست. اینها رو اسمشو سختی میذاریم که یک بخشیشون فقط یک بارن. یعنی شما وقتی که وارد یک کشور میشید یه بار سختی دارید، مثلا سوشالتون رو بگیرید، تموم شد رفت دیگه، هر بار لازم نیست این کارو بکنید یا هر چیز دیگه ای رو که میدونید دیگه. وقتی میرسید آدم، یعنی تازه مهاجر، رسما هیچه و بعد تک تک اقدام بکنه برای همه اون چیزهایی که داره. حالا این که چیزایی هست که همه بهش میرسن. من میخوام بدونم که از لحظه‌ای که شما میگید برای شما اون همه سال طول کشید تا به این نتیجه برسید، چی شد که اون همه سال طول کشید؟ من بیشترین عاملی که تقریبا تونست جلوی من رو توی این مدت بگیره، تقریبا بزرگترین عاملی که تونست جلوی من رو بگیره، اول خانواده بود که قبول نمی‌کردن به این مورد که همینجور که ما وابستگی داریم اونا حتی بیشتر از ما حتی وابستگی دارن. که این مورد بود که همیشه هر وقت مطرح میشد و یه موجی از انرژیای منفی به قول روبرو میشد که نه نکنید، خوب نیست فلان از این مسائل. این اولین مورد این بود که باعث شده این پروسه طولانی بشه، ولی به مرور روی مورد خودم هم کار کردم، نذاشتم ناراحتی اصلا به وجود بیاد. و مورد بعدی بحث زبان بود. خاطر شرایط کاری که داشتیم ما زبان خوندنی خورده سخت میشد برامون. کار من داخل ایران 2 هفته به 2 هفته بود. 2 هفته سرکار بودم، 2 هفته شیراز بودم، نمیتونستم کلاس‌ها رو خوب آنلاین و آن تایم برم، نمیتونستم. بالاخره کار رو باید اونجا انجام میدادیم، اینجا میومدم. یعنی یه جورایی سخت بود. مثلا از 4-5 سال پیش که من تصمیم تقریبا گرفتم که این کار انجام بدم، شروع کردم به زبان خوندن، تا تونستم مدرکم بگیرم خورده طول کشید. و اینم میتونم بگم یه عامل بازدارنده بود. به بچه‌ها میگم که هر زمانی که تصمیمتون یه جرقه حتی خورد تو ذهنتون، شروع کنین به زبان خوندن، چون زبان باید خیلی خیلی قوی باشه وقتی مهاجرت میکنیم، نه فقط برای اون دانشگاه بلکه برای زندگی که اینجا میخوایم انجام بدیم باید بتون ارتباط برقرار کنیم. یکی دیگه هم خب مسائل مالی بود. بالاخره ما به عنوان یک کسی که تازه رفته بودم تو محیط کار، بایستی به یه جایی میرسیدم که بتونم کار انجام بدم. مخصوصا وقتی خانواده شلوغ‌تر میشه و هزینه‌ها بیشتر میشه، باز بیشتر باید
جمع بکنی تا بتونی بری. حالا اونایی که فاند میگیرن و اونایی که ساپورتر خوب دارن اینا باید فرق میکنه بحثش. من نداشتم این موارد، همین باعث شد دوست عامل باعث شد که این طول بکشه. این بحث زبان که اشاره میکنید یک مسئله هست که خیلی زیاد حتی از طریق همون لینکدین هم ما با دوستا راجبش صحبت میکنیم. بهشون میگیم که درسته نمره آیلتس خوبی آوردی ولی آیلتس میدونید منظورم چیه؟ دقیقا. شما زمانی که وارد یک کشور جدید میشید اصلا مهم نیست انگلیسی زبانه یا هر کشور دیگه ایه، بعضی ها واقعا میشن مثل یه دونه تخم مرغ که محکم میخوره به دیوار، متلاشی میشن، فریز میشن. چرا؟ چون زبانی که آموزش داده میشه، حالا آیلتس محور باشه یا هر تست دیگه ای محور باشه، بله. بزرگترین چیزش، تمرکزش روی درست و اصولی ادا کردن جمله ها هست، گرامر ها درست باشه. در حالی که شما وقتی مهاجرت میکنید به هر کشوری، اونها مثل ایرانی ها، ما توی محاوره روزانمون به زبان فارسی اصلا قواعد رو رعایت نمی‌کنیم. اگر بخوان از ما امتحان فارسی بگیرن ممکنه بگیریم از 10 بگیریم 2. ولی چه میدونم 80 میلیون ایرانی یه طوری صحبت میکنیم هممون میفهمیم چی داریم میگیم. درست. پس این قانون تو کشورهای دیگه هم حاکمه. من خیلی از دوستا خواهش میکنم که میگم خبر نگاه نکنید، چون خبر کتابی تره. میدونید؟ بله. من بهشون میگم فیلم نگاه کنید، مصاحبه نگاه کنید، مصاحبه. بعد اونجا متوجه میشید که همونطوری که ما تو فارسی کلی چیز رو کات میکنیم از کلمه هامون و جمله هامون، چقدر پس و پیش میگیم، هر کاری دلمون میخواد میکنیم، انگلیسی هم همینه یا هر زبان دیگه ای. پس برید اینا رو یاد بگیرید. و نکته بعد اینه که شما وقتی که وارد هر کشوری میشید، اونجا مثل ایران لهجه های مختلف داره، آدم ها با لهجه های مختلف انگلیسی صحبت میکنن و شما کارتون سخت میشه. دانشجویید، ممکنه نفهمید استادتون چی گفت، میس میکنید همه رو. یا اینکه یه وقت ممکنه تو کامیونیکیت کردنتون سر کلاس اصلا به مشکل بخورید. پس زبان بسیار مسئله حیاتیه که همونجوری که شما گفتی اون یکی از مانع‌های بچه هاست و بچه ها بیشتر دوست دارن که یه طوری حل بشه این مشکل زبان. خب حل نمیشه. الان یه مورد داریم 3 سال خورده ایه که با ما در ارتباطه، هنوز نمره زبان نگرفته. به نظر منم دیگه نگیره بهتره، چون میدونید یکم مضحکه دیگه این جریان. یعنی میخوام بگم از 3 سال خورده پیش آموزش زبان رو شروع کرده و هنوز نتونسته نمره بگیره. خب این پاشه بره خارج چیکار کنه؟ کمترین کشورم که تو ذهن هر کسی میاد بهش پذیرش بده، باز خودش گرفتار میشه. این نکته هست که خیلی خیلی حیاتیه و یکی از مانع‌های بزرگ بچه‌های ایرانیه که میخوان برن درس بخونن. حالا مسائل دیگه شما باز مسائل عمومی خیلی ها هم میتونه باشه. ما اینو میایم چیز میکنیم، میذاریم کنار.
شما بچه دارید، متأهلید. وقتی که متأهل ها میخوان مهاجرت کنند کارشون از یک مجرد سخت‌تره، چون باید همه چیز تو ذهن هر دو مچ باشه و هر دو همدیگر رو تکمیل کنن. شما هیچ مشکلی نداشتین توی این زمینه، تونستین یعنی هر دو هم فکر همسو و تونستین همدیگر رو ساپورت روحی کنید تو این بخش که بتونید برسید؟ من همونجور که خودتونم کامل تو پروسه مهاجرت ما بودید و اطلاع دارین، من و خانومم با هم استارت زبان و پروسه مهاجرت رو با هم زدیم و مدرک زبان رو با هم گرفتیم و بعد برای پذیرش گرفتن هر دو پذیرش گرفتیم از دانشگاه. هم من تونستم از دانشگاه رجاینا ساسکاچوان پذیرش بگیرم، هم خانومم توی ونکوور بریتیش کلمبیا تونست پذیرش بگیره و بعد با هم بررسی کردیم. یعنی اصلا موردی نبود که بگه تو درس بخون من میگم درس بخونی، اصلا اینجور چیزی بینمون نبود. فقط می‌خواستیم به اون هدفی که داشتیم برسیم و تصمیم گرفتیم به خاطر حالا آب و هوا، به خاطر شرایط تحصیلی و رشته خانومم روشون درس بخونه و قبول کردم. که نظر من اینجا تشکر میکنم این مورد قبول کردیم. داره مسئولیت زیادی هم برای درس خوندنشون هم برای بحث‌های بعد، برای اقامت گرفتن. مسئولیت رو دوششونه، من اینو واقعا میفهمم. ولی اینجوری با هم مسائل ریز به ریز بررسی میکردیم که بتونیم بهترین تصمیم رو بگیریم. الان هم که اومدیم اینجا هزینه‌ها بالا هست، هزینه واقعا بالا هست برای زندگی، ولی بازم اون هم فکریه و اون هم گری هستش که فعلا یه سری از مسائل اقلیت ها زندگی کنیم تا شروع کنیم به ساختن اون و گذاشتن زیربنای اون چیزی که میخوام برای آینده هم بازم هم فکریه هست، همراهی کاملا اتفاق افتاده، ولی این مچ شدنه این خودش باز زمان میبره. یعنی نیست که شما بگید 2 نفر از روز اول با هم سر همین مسائل مچ باشن. نه، دلیل شما برای رفتن یه چیز خیلی محکمه، ولی ممکنه خانومتون و اون شریک راهتون ممکنه دلیلش اون نباشه، ممکن دلیلش برای موندن خیلی محکم تر از شما باشه. یعنی این هست که بعضی واقعا یه مانع دیگه هم میتونه این باشه. حالا من این مورد تونستم سر بذاره. بالاخره خانوما حساس‌تر هستن و وابسته‌تر هستن و بیشتر خانواده دلبستگی دارن. این یه خورده سخت‌تر میکنه پروسه رو. اونم باید بالاخره یه جوری با هم کنار بیان که هر دو طرف باید زندگی مشترک، هر دو طرف باید از این مسیر کاملا راضی و کاملا هدفمند قدم بردارن. اگر کوچکترین فکر و حرف خلاف جهتی باشه انرژی آدمو به شدت افول میده. یعنی مثلا همینجا چه اینجا چه اونجا تو پروسه مهاجرت اگر همسو نباشین، کاملا همسو نباشین، انرژیاتون هدر میره و این باید خیلی روی مورد حساس باشین، مخصوصا اونایی که متأهلیت میکنن. پروسه میشه بگی سخت‌تر اگر همسو باشین، کامل آسان‌تر. من اینجوری دارم پیش بگم. آره دقیقا همینه. و البته درست خانوما حساستر هستن یا وابسته تر هستن به خانواده هاشون. من این فقط تجربه شخصی من، نمیخوام قانون ازش بسازم، اما اگه بگم که 3000 نفر مثلا پیگیر بودن که چه کار کنن برای مهاجرت تحصیلیشون، من خیلی راحت به شما بگم بالای 2000 تاشون خانوما بودن. و این قسمتش جالبه که تمایل به حالا مهاجرت تحصیلی، من میگم مثلا شاخه های دیگه شو من هیچ نه دانشی دارم نه فالو میکنم، کاری ندارم، اما توی بخش مهاجرت تحصیلی به طرز وحشتناکی تعداد خانوم ها از آقایون بیشتر بود که قصد مهاجرت تحصیلی داشتن و اینا حالا نمیدونم هر کدوم یه دلایل دیگه ای داشته، خاص خودشو داشته، ولی این از
تجربه شخصی من آمار همینجوری ذهنی دارم میدم که مطمئنم حداقل از هر 3 تماس یا درخواست یا هر چی 2 تاش خانم ها بود. این تا اینجای کار. معمولا من سعی میکنم که حدود مثلا 40-50 دقیقه هر یکی از قسمت ها بشه. ما این دفعه داشتیم یه سری آیتم ها رو گذاشتیم که راجبش صحبت بکنیم که خیلی هم خوب بود. اتفاقا تو حرفای شما چیزای جالبی بود، به ویژه مدیریت کردن اون احساس ها قبل از مهاجرت که خودش یه مهارته. میدونید این مهارت خیلی مهمه. گفتن اینا خوب بود تو پروسه این که از کجا شروع کردید، میدونید تجربه هایی که توی این مسیر بوده. یه وقت هست که شما ممکنه یه کاری رو انجام دادین که الان میبینید اوه مثلا 6 ماه 1 سال یا اینقدر هزینه رو هدر دادید، یا اینکه انتخاب مقصدتون که حالا برای شما آب و هوا مسئله مهمی بوده که از نظر من به شدت هم مهمه، و خیلی از چیزهای دیگهش. من میخوام که توی گفتگوی بعدیمون که احتمالا میشه قسمت 2 و آخرش اینو بازش کنیم، چون الان یه مسئله‌ای که هست اینه که منابع دیتا خیلی زیاده. دوستانی هم که توی ایران هستن و هیچ تجربه ای ندارن، راستی آزمایی براشون مشکله. میدونید یعنی هیچ چیزی نیست که بتونن محک بزنن. مثلا خب این ویدیوهای اینستاگرامی که بعضیاشون میتونه خیلی خیلی شخصی یا خیلی غیر واقعی باشه یا خیلی خیلی کلی باشه. میدونید یعنی انقدر جنرال هست که کسی نتونه ازش اون چیزی که میخواد رو بکشه بیرون. درست. ولی هر یک نفری که یک مسیر رو میره، اون مسیر خودش میتونه به 10 تای دیگه، نمیدونم به 2 نفر دیگه، به 1 نفر دیگه هم که کمک کنه. من همیشه اعتقادم این بوده که حتی به 1 نفر اصلا من احتیاج ندارم که بگم از هر 1000 نفر به 900 تاشون تونستم کمک کنم. من میگم اگه کلا به 1 نفر بتونم کمک کنم کارمو تو زندگیم انجام دادم. حالا اگه بیشتر شد خب چه بهتر. پس آره این تز کلی فکری منه. حالا این که من اصلا از کی تصمیم گرفتم که این وقت رو بذارم و مثلا با بچه ها من واقعا 2000 خورده ساعت تا الان بر بچه ها فقط وقت گذاشتم. یکی از دلایلش این بوده که از من خیلی دریغ شد یه دوره‌ای که احتیاج داشتم بهش و دردش رو کشیدم که ازت دریغ بکنند. بعد با خودم گفتم مبادا تو دریغ کنی، پس یه کمکی بکن به کسایی که توی همون مسیری میخوان قدم بردارن که تو هم همون مسیر رو رفتی. اینه که من فکر میکنم اگه حتی 1 نفر اثر بگیره ما کارمون رو کردیم. یا آقای زاره یا آقای ایکس خانم وای که تجربه هاشو میگه کارشو کرد. و این نکته دیگه هم که هست اینه که من خیلی معتقدم که هر کاری میکنی به برمیگرده. یعنی این بزرگترین قانون زندگیمه که نه اینکه توقع داشته باشم برگرده ها، نه. میدونید از اون قراردادهای مخفی تو ذهنم نساختم که کمک کن تا بهت کمک کنه. نه، من میگم که تو اینجا به یه عده دیگه کمک کردی، یه جا یه جور دیگه یه چیز دیگه برات چیز میشه، مسیر سازی میشه و شده. اینه که ما هر کدوممون اون تونیکی میکنه و در دجل انداز سعدی بزرگوار. آره این قانون زندگیه، هست همینه.
اینا اون فلسفه هایی هست که تا حالا سعی کردم بتونم یه کار کمک کوچیک بکنم. اگه اینجا موقعی که الان میخوایم این قسمت رو تمومش کنیم بره، نکته چیزی میدونید، یک حرفی، هر چی که هست بگید از الان تا صبح. این لحظه ها رو اون چه که میخواهید و بگید، میدونید چون شما مسیر طی کرده هستید. فرض کنید الان 10 نفر از بچه‌هایی که با ما در ارتباطن جلوتون نشستن، بهشون یه چیزی بگید. من اولا که از شما تشکر میکنم بابت این خط فکری که دارین ایجاد میکنین. این خط فکری بسیار زیبایی هست که اگر واقعا بشه همه‌گیر بشه میتونه بسیار کار بزرگی توی جامعه انسانی انجام بده. یعنی اینکه واقعا بی دریغ کمک بکنی، بی دریغ به هر کسی میتونی کمک بکنی، وقت بذاری، واقعا اتفاقای بزرگی تو آینده نه خودتون، خانواده‌هاتون، بچه‌هاتون میفته و بهتون واقعا برمیگرده. من تشکر میکنم ازتون که توی مسیر شما باعث شدین به نظر خودم تا الان تصمیم درست بگیرم. همین انتخاب این شهر، انتخاب دانشگاه، نه همش باعث شدین که تصمیم درست بگیرم. و به بچه‌ها چیزی که میخوام بگم اینه که به حرف همه کس گوش ندید. واقعا توی این مسیر یعنی آدمایی هستن که من نمیدونم هدفمند اسمشو بذارم، نمیدونم حسود بذارم، نمیدونم واقعا چی بذارم اسم این موردو، که الانم یه سال خیلی اوج گرفته. اونقدر بار انرژیای منفی رو به این بچه‌ها میدن که اینجا فلانه، اینجا بساره، اینجا بهمانه. یعنی نمیدونم واقعا چطوری بگم و چرا دارن این کار رو انجام میدن من نمیدونم. ولی من کلا توی پروسه مهاجرتم من با شما صحبت کردم و یه دوست دیگه ای که اونم مثل خودتون بسیار انسان با دانش و مثبتی بود، یعنی مثل این خودتون، من انرژی مثبت میگرفتم ازشون. فقط با کسایی صحبت کنید که واقعا میخوان کمک کنن، نه کسایی که هدفمند دارن این کارو انجام بدن. من اینو فقط میتونم به بچه‌ها بگم، اگه وقتی میخواین مثلا با 10 نفر مشورت کنین با یه ذهن باز برین جلو. یعنی یه جوری فکر بکنین که این داره میگه الان اینجا بده، اینجا فلانه، پس چرا اون یکی گفت خوبه؟ یه دلیلی پشت این دلیل رو پیدا کنین و خودتون رو تو شرایط قرار بدین، نه اون شخصی که تو شرایط قرار گرفته حالا براش نشده. من میگم نشده، در صورتی که نمیتونم به قطع بگم دارن راست میگن یا دروغ. میگم نشده. خودتون رو اونجا قرار بدین، ببین اگه من بودم شاید میشد دیگه. مثبت باید تو مسیر فکر کنی، یعنی نباید فازای منفی و زیاد به خودت بگیری. اینو من فقط به این معتقدم. اگه بهتون 10 نفر مثل شما بودن بچه‌ها رو راهنمایی می‌کردن ما بسمون بود، یعنی هیچ کنون مشکلی نداشتیم. همینجور که من اینجا میام میبینم که مثلا میگم برای مثال هندی‌ها اینقدر هوای همو دارن، مثال میزنم، ولی ایرانی‌ها مثلا هوای همو ندارن. با این ناراحت میکنه من نمیخوام اینجوری باشم. تا الان که اصلا برای کوتاهی اومدم حداقل به 10 نفر از هموطنا کمک کردم، حالا تو پروسه کار پیدا کردن، پروسه رزومه نویسی، پروفایل لینکدین درست کردن، یعنی تا جایی که تونستم رسالت خودم انجام دادم. شما میگین رسالت خودتونه دیگه. باید هر کسی تو زندگیش رسالتی داشته باشه، یه دونه هدف داشته باشه توی زمینه مسائل انسانی و این خیلی خوبه. سعی کنی کمک کنی به هم. اینو فقط به بچه‌ها بگم. مرسی، بی نهایت سپاس از لطفی هم که داری، خیلی ممنونم. ما انشالله حالا یه تایمو با هم دیگه هماهنگ میکنیم که بریم توی اون قسمت بعد که میشه کمک کردن نمایی کمی بچه ها توی پروسه که شروع کردید تا زمانی که رسیدین و حتی یه مطالب خیلی خوبی هست که انشالله مطرح میکنیم با هم. آره آماده کردم مطالب بسیار خوب. عالیه. بی نهایت سپاسگزارم با وقت امروز و از همه دوستای عزیزی هم که مثل همیشه لطف دارن و پیام میدن، انتقاد میکنن یا تشویق میکنن. خیلی خیلی از همشون ممنونم. متشکرم. فعلا خدا نگهدار. خدا حافظ.